سلام بچه ها، به چنل خودتون PS اتک خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوش باشه. اومدیم ببینیم فردا پنجشنبه چه اتفاقاتی قراره تو بازی بیفته. تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید. بریم سراغ این ویدیو. خب بچه همونطور که می‌بینید فردا پنجشنبه قراره که این سری ایونت ها یه آنلاین و آفلاین تموم بشه. یک از این ایونت ها ایونت 50 تا سکه رایگانه که فردا مهلتش تموم شد و جاش یه 50 تا سکه رایگان و یکی دو تا هم دو تا اسکیل توکن هم میتونیم از این به دست بیاریم تموم شد و فردا جاش یه ایونت دیگه میتونیم چند تا سکه رایگان 50 تا سکه رایگان و ایونتی که ازش میتونستیم یه شانس رایگان از پوتو داشته باشیم تموم میشه و فردا جاش یه پوتوی جلی رو خواهیم داشت و ازش یه شانس رایگان خواهیم دید و این تموم میشه که ازش میتونستیم دو تا از بازیکن‌های بایر کمپین بایر مونیخ رو در بیاریم و ازشون استفاده بکنیم. خب فردا قرار که احتمال زیاد میتونیم یه سلکشن کانترکت به دست بیاریم. 100% احتمالاً تقریبا احتمالش خیلی بالاست میتونیم به دست بیاریم و یکی از این بازیکنایی که تو تصویر میبینید رو میتونیم باش به دست بیاریم. اگه میخواید بازیکنی رو دریافت بکنید حواستون باشه که یه بازیکنی رو دریافت بکنید که تو ترکیبتون بیشتر بهش نیاز دارید و از اونجا لطمه زیادی به تیمتون وارد میشه. یه بازیکنی رو بگیرید که بتونید تو ترکیبتون ازش استفاده بیشتری بکنید. و فردا احتمال زیاد هستش که کمپین بارسلونا رو تو بازی داشته باشیم و مثل کمپین بایر مونیخ که به بازی اضافه شد احتمال زیاد هستش به خاطر به مثلا قهرمانی بارسلونا این کمپین اضافه باشه و ازش بتونیم چند تا شانس رایگان بهمون اضافه بشه و بتونیم چند تا از این بازیکن‌ها رو به دست بیاریم و همین کمپین دوباره رو می‌بینیم اما شکلش فرق میکنه. بریم. خب احتمال به خاطر قهرمانی بارسلونا احتمالش هستش که چند از بازیکنان بارسلونا رو به صورت شوتایم بیاره تو بازی و فردا اینا رو داشته باشیم و بتونیم برایشون سکه بزنیم و اگه شانس خوبی داشتیم یکی از اینا رو به دست بیاریم. یکی از احتمالاتمون همینه بخاطر به مناسبت قهرمانی بارسلونا. خب گالاتاسرای هم که قهرمان شد چون احتمالش هست که کمپینش اضافه بشه و بتونیم مثل کمپین بایر مونیخ و اگه بارسلونا احتمالش کمتره که به بازی اضافه بشه چون کمپین بارسلونا هستش و احتمالش کمتره تا کمپین بارسلونا هستش که به بازی اضافه بشه و فردا احتمال داره که شوتایم گالاتاسرای رو داخل بازی داشته باشیم و بتونیم براشون سکه بزنیم که احتمالش کم هستش گفتم ولی احتمال داره که به بازی اضافه بشه. و فردا احتمالاً دوشنبه احتمالاً جرنال پیکه رو داشته باشیم. هفته بعد دوشنبه جرنال پیکه رو داشته باشیم و بازیکنان بارسلونا که اپیکای بارسلونا هستن رو تو تصویر میبینید که میتونیم اگه سکه چیزی داریم براشون نگه داریم. اگه بیاد تو بازی محشر میشه میتونید سکهاتون رو نگه دارید. اگه دوشنبه به بازی اضافه بشه سکهاتون رو برای این پک اپیکا هدر بدید که اپیک واقعا خیلی خوبه. جرنال پیکه که واقعا اولین بار تو بازی اضافه میشه. بریم سراغ پوتو رو میبینید که خولیان آلوارز رو میبینیم، هری کین، مارکینیوش و بقیه بازیکن‌ها رو میبینید تصویر که فردا احتمالا این پوتو رو تو بازی خواهیم داشت و بتونیم یه شانس رایگان ازش خواهیم داشت و میتونیم یکی از این بازیکن‌ها رو به دست بیاریم. و همین پوتو احتمال بعدیش این هستش که خولیان آلوارز و بازیکن‌ها که تو تصویر میبینید بازم خولیان آلوارز داریم و دگلن رایس و کواراتسخلیا و کوکواریا و بقیه بازیکن‌ها که گفتن ازش شانس رایگان خواهیم داشت و این سه تا بازیکن 100% به بازی اضافه خواهند شد و
تو همون فوتو 100% خواهند بود. خولیان آلوارز و اون بازیکن ژاپنی رو درست نمیشناسم. این سه تا بازیکن 100% تو پک فوتو داریم. خب بچه‌ها خیلی خوشحالم که تا انتهای ویدیو رو تماشا کردید. لایک ها حتما بزنید که به من انرژی داده باشید و حتما سابسکرایب کنید که از ویدیو بعدیم در مورد اتفاقات بازی دوشنبه و پنجشنبه که میذارم براتون و کلی اتفاقات در مورد بازی جا نمونید. کامنت بذارید که این ویدیو چطور بود. خب بچه‌ها تا ویدیو بعدی.